سلام و درود خدمت همه عزیزان به کانال خودتون یعنی تریدرلند. خیلی خوش اومدید. با قسمت دوم پرایس اکشن در خدمتتون هستیم و امروز میخوایم بریم سراغ مبحث نحوه رسم روند و قوانین مهمش. با من همراه باشید. در قسمت قبل اومدیم با هم انواع روندها رو با هم بررسی کردیم و بهتون یاد دادم همشونو و امروز میخوایم به صورت عملی با هم روندها رو رسم کنیم و چند تا نکته بسیار مهم و سری قوانین مهم و خدمتتون. برای توضیحات چون نیاز به ابزار دارم وارد سایت تریدینگ ویو میشیم. تریدینگ ویو یک سایتی هستش که جفت ارزها رو داخلش داره، سهام ها رو داخلش داره. فقط کافیه بیاید در این قسمت اسم ارزی که میخواید رو اینجا بنویسید. مثلا USD CAD. اینجا برای من USD CAD رو میاره. حالا چرا چند تاه؟ برای اینکه هر کدوم برای یک بروکر هستش. بروکر FXCM هست، اواندا هست، Forex.com هست و خیلی از بروکرهای بزرگ دنیا در اینجا براتون میاره. برای عزیزانی که میخوان داخل فارکس فعالیت کنن از بروکر Forex.com حتما استفاده کنن و از دوستانی که میخوان در باینری آپشن فعالیت کنن نزدیکترین چارت به چارت هایی که در باینری آپشن ما داریم بروکر اواندا هستش. پس ما رو اواندا کلیک میکنیم. اینجا یک چارتی برای ما باز میکنه، ابزار رو اینجا براتون میاره و اینجا میتونید تایمتون رو انتخاب کنید. میتونید به صورت لاین اینجا براتون قیمت نشون بده، به صورت هیکناشی و به صورت نمودار میله‌ای میتونید انتخاب کنید. ایندیکیتورها و یا همون اندیکاتورها در این قسمت میتونید سرچ کنید، براتون میاره و خیلی قسمت های دیگه که یک جلسه جداگونه براش وقت میذارم و یک ویدیو جداگونه براتون ضبط میکنم، چون تریدینگ ویو واقعا هر کی که تریدره یا میخواد ترید شروع کنه باید حتما یاد بگیره. خب برگردیم سراغ بحث خودمون. نحوه رسم روند. میخوام براتون یک روند سعودی رسم کنم و قوانینش هم همینجا بهتون توضیح بدم. وقتی که ما روندمون تا اینجا پیش رفت یعنی این که روند سعودی ما تشکیل شده و تاییدیه‌اش چی هستش؟ وقتی ما اینجا یک خطی رسم کنیم اینجا دوستان، اینجا ما یک پیوت داریم، حالا بهش نرسیدیم، جلوتر براتون حالا توضیح میدم قسمت های بعدی پرایس اکشنمون. ما اینجا پیوت داریم که وقتی من یک خطی روش رسم کنم و ادامهش بدم، روند ما که از این خط عبور کنه یعنی ما روند سعودیمون تشکیل شد و اگر در اینجا باشه ما نمیتونیم هیچ ترند لاینی اینجا رسم کنیم و این ترند لاین ما درست نیستش. زمانی اعتبار پیدا میکنه که از این خط عبور کنه و به سمت بالا بره.
من یک رنگ دیگه براش بذارم. خب پس این شد قانون 1. وقتی که ما یک ترند صعودی داریم، زمانی اعتبار پیدا میکنه که از این خط عبور کنه. خب حالا اگر این روندی که ما کشیدیم به این صورت درات، من دوباره همین رو میکشم، حالا اگر از اینجا برگرده، این خط برگرده به سمت پایین، چی؟ این سراغ قانون 2. من اینجا یک خط رسم کنم، مشکیش میکنم، من اینجا براتون بنویسم فعلا براتون مقاومت بدونید اینجا چه اتفاقی افتاده. اینجا ما یک مقاومت داریم که نذاشته عبور کنیم از اینجا، برگشته پایین و اینجا مقاومتمون شکسته، اینجا که دیدید شکست به سمت بالا رفت. حالا اینجا مقاومت ما شکسته به سمت پایین. خب ما اینجا الان هنوز تو روند صعودی هستیم یا نه؟ خب اینجا ما هنوز هم در روند صعودیمون هستیم و روند صعودی ما اعتبار داره هنوز برامون. هم قرمز کنم. خب من میذارش اینجا هنوز دوستان روند صعودی ما اعتبار داره و اگر این روند صعودی ما از اینجا خارج بشه، دیگه ما روند صعودی اینجا نداریم و روند صعودیمون هیچ اعتباری نداره دیگه. خب از این قسمت اگر عبور کنه از این خط دیگه اعتبار نداره، ولی اگر بیاد تا اینجا و مثلا از اینجا برگرده دوباره به سمت بالا، ما هنوز هم داخل روند صعودیمون هستیم. این هم شد قانون 2. اینجا هم دوستان ما بهش میگیم حمایت. اینجا بهش میگیم حمایت. میریم سراغ قانون 3. قانون 3 این هستش که اگر ما یک روند صعودی داشته باشیم، یک روند صعودی مثل این داشته باشیم و ما بیایم از این دو نقطه ما یک ترندی رسم کنیم، به احتمال خیلی زیاد وقتی از اینجا ما برگشت داشته باشیم حتما به این قسمت واکنش نشون میده، این خط ترند لاینمون، و دوباره به سمت بالا میره. یک دفعه دیگه براتون توضیح میدم. اگر ما یک روند صعودی داشته باشیم
و روند صعودیمون به سمت پایین مایل بشه و به ترن لاین برخورد کنه، ما میتونیم به سمت بالا بای بگیریم که بهش نقطه سوم هم میگن. این دو نقطه که به هم وصل کنیم ما ادامهش بدیم، نقطه سوم پیش برخورد کنه سمت بالا، احتمال خیلی خیلی زیاد میره و ما میتونیم اینو ترکیبش کنیم، مخصوصا برای دوستانی که در باینری فعالیت میکنن. میتونیم مقاومتی هم که ما در اینجا داشتیم رسم کنیم و احتمال رو بدیم که وقتی برگشت به این نقطه برخورد کنه و به سمت بالا بره. یعنی هم ما یک ترن لاین داریم، هم یک ناحیه حمایتی. احتمال برگشت از این نقطه خیلی خیلی زیاد هستش. خب این هم 3 تا از قانون‌های مهم روند بودش. یک بار با هم مرور کنیم دوستان. مورد 1 این بود که وقتی که ما یک روند صعودی رسم کردیم، اگر از خط مقاومتی که ما در اینجا قرار دادیم روندمون عبور کرد، ما یک روند صعودی داریم. ولی اگر عبور نکرده باشه هنوز ما اجازه رسم ترن لاین نداریم و این ترن لاین هیچ اعتباری نداره، فقط زمانی اعتبار پیدا میکنه که ما اینجا عبور کرده باشیم. قانون دوممون در رابطه با شکست روندمون بود. گفتیم اگر روند ما از اینجا به سمت پایین بیاد و این مقاومت اینجا اونو بشکنه، حتی ترن لاین اونم بشکنه، ما هنوز از روند صعودیمون خارج نشدیم. ولی اگر از حمایتی که در اینجا داریم خارج شد، ما دیگه روند صعودی نداریم. و قانون سوم هم گفتیم که اگر ما یک روند رو تشکیل دادیم و نقاط اول و دوم رو به هم وصل کردیم و یک ترن لاین کشیدیم، احتمال زیاد وقتی که ما برگشت بزنیم به ترن لاین بهش واکنش نشون میدیم و قیمت به سمت بالا میره. اینا برای روندهای صعودی بودن و روندهای نزولی هم دوستان به همین شکل هسته، فقط برعکسش هست دیگه. این هم از قوانین مهمش بود. خب حالا بریم سراغ بخش دیگه. شیوه صحیح رسم روند رو میخوام بهتون بگم. خب ما اینجا یک آپ ترند داریم دوستان. اینجا هم یه روند نزولی براش رسم کنم. ما اینجا یک روند نزولی داشتیم اول که اومده برخورد کرده به این قسمت و از اینجا روند اون صعودی شد. به این قسمت میگیم چی؟ میگیم های.
یا قسمت بالامون یا سقف هم بهش میگن و به این قسمت هم میگیم لو یا پایین یا کف. وقتی از لومون به سمت بالا میریم و اینجا برای ما این قسمت رو میشکنه و به سمت پایین میاد، اینجا برای ما تبدیل میشه به چی؟ lower high. یعنی چی؟ یعنی یک سقف پایین‌تر نسبت به های قبلیمون. و اینجا چی میشه؟ lower low، یک کف پایین‌تر نسبت به کف قبلی. همینطور ادامه میدیم. روند نزولی تا اینجا بوده به یک ناحیه حمایتی خیلی مهم برخورد کرده و به سمت بالا رفته و مقاومتی که در اینجا داشتیم رو شکسته و ازش گذشته. خب و اینجا برای ما یک نیو های برای ما تشکیل داده و اینجا برای ما میشه یک لو جدید. اینجا رو شکست برامون به سمت پایین اومد و دوباره از اینجا به سمت بالا حرکت کرد و این قسمت رو هم برای ما شکست. پس دیگه قطعا ما یک روند صعودی داریم. اول اومد برای ما این مقاومتی که در این قسمت داشتیم شکست، اولین تاییدیه خارج شدن از روند نزولیمون، و دوم با شکست این مقاومتی که برای ما یک های جدید ساخت و روند صعودی برای ما ایجاد کرد. این هم شد تاییدیه دوم. و این قسمت هم ما یک هایر لو داریم، یک کف بالاتر و اینجا یک هایر های، یک سقف بالاتر نسبت به این هایی که در اینجا داشتیم. و همینطور ادامه پیدا میکنه. اینم یک مثالی بود در راستای رسم کردن صحیح روند و همچنین در اینجا آمدم براتون دوتا تاییدیه تبدیل شدن روند نزولی به روند صعودی رو براتون توضیح دادم. در اول کار خوبه اینا رو یاد بگیرید، ولی خب جلوتر که برید دیگه اصلا خود به خود براتون اینا تو ذهنتون شکل میگیره و دیگه لازم نیست اینا رو اینطوری رسم کنید. واسه چشم خودتون دیگه میتونید بفهمید که ما یک روند صعودی تشکیل دادیم یا نه. دیگه لازم نیستش اینا رو رسم کنید. ولی خب واسه اول کار باید شما دونه دونه روندها رو رسم کنید و بدونید که روند ما داینامیک، استاتیک، روند اون سالمه یا روند قوی داریم و اینکه اصلا این روندی که داریم روند میجر یا اصلی مونه یا روند ماینر یا روند کوچیک‌ترمونه. پس شما باید اینا رو تشخیص بدید. خب فکر میکنم برای این قسمت کافی بوده باشه. اومدیم 3 قانون مهم رو بهتون گفتم در رابطه با روندها. مخصوصا این 2 قانون اول رو حتما چند بار رو خودتون مرور کنید و سعی کنید یادش بگیرید. و اینجا هم اومدم براتون شیوه صحیح رسم روند رو بهتون گفتم
و 2 تاییدیه‌ای که به ما کمک میکنه که بفهمیم از روند قبلیمون گذشتیم و یک روند جدید رو شروع کردیم. در قسمت بعد هم میخوام به صورت لایو با هم چند تا چارت باز کنیم و روندها رو با هم بکشیم و چند تا نکات تکمیلی هم در کنارشون براتون قرار دادم. امیدوارم که ویدیو براتون خسته کننده نبوده باشه، ولی خب هر کاری بالاخره خستگی خودشو داره و باید براش زحمت بکشید. اگر میخواید جواب ده باشه براتون باید زحمت بکشید و تمرین کنید تا یک جای بالای برسید و بعد بتونید با ترید کردن رو حساب ریل یا واقعیتون به درآمد دلاری خودتون برسید. خب دوستان، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون.